لندکروزی که مشاهده میکنید لندکروز 2001 جی ایکس که این ماشین حدوداً 1,380,000 کارکرد واقعیشه. حالا میخواید ببینید که بعد 1,380,000 چه اتفاقی برای تویوتا میفته، تشریف بیارید زیر ماشین رو ببینید. واقعیتش اتفاق خاصی برای تویوتا نمیفته، چون این ماشین بعد 1,380,000 هنوز اگزوز فابریک، میلمندل، دیفرانسیل، یعنی دیفرانسیل حتی باز نشده که تعمیر بشه یا رفع روغن ریزی انجام بشه. کمک گیربکس روغن ریزی نداره، یعنی از قبل هم گرفته نشده روغن ریزیش. گیربکس هم به همین شکل. تنها کاری که ما برای این ماشین انجام دادیم جعبه فرمونش که نشتی داشته، جعبه فرمونش رو تعویض کردیم و پولوساش. ماشین تو بدترین شرایط ازش استفاده میکنن، ولی داخل موتور رو که نگاه کنید متوجه میشید جعبه فیوز، سیم کشی، هواکش، اگزوز، هر چیزی که میبینید فابریک، هیچ چی تو این ماشین دست نخورده. از روی این مواردی که توضیح دادیم میشه دقیقاً فهمید لندکروزایی که تو ایران با کارکرد 200 و 300 و 400 همه بالای 1,000,000 کارن.